خب عمو جان چه رنگی بهت بدم؟ خب قرمز و آبی و برای هر نفر فقط یه دونه است. یه دونه برای هر نفر. پس قرمز. اما با تونک میدی؟ تو قبلا اینجا نیومدی؟ نه اون رفته لباسش عوض کرده که قارونه منو دور بزنه. بامزه. خب حالا چه رنگی میخوای؟ خب بذار ببینم. واسه خواهرم قرمزشو گرفتم. پس یه آبی میگیرم برای داداش کوچولو. برای برادر کوچیک‌تر تا؟ که بچه خوب. میبینم با تونک داری. پس این بار با اینک آفتابی اومده. خیلی خوب کدوم رنگشو میخوای؟ صورتی برای مامانم. یه با تونک لطفا. خب میخوای کدوم رنگشو بهت بدم؟ آبی تبرنگ برای پدرم. اون بچه با این همه بادکنک یعنی کلی بازه. اون بچه همون نیست. خدای من اون بادکنک‌ها رو برای خودش نگه داشته. میخواسته خودش تنهایی بازی کنه، باورم نمیشه گولشو.